صبح روز 31 ایول رشته عمری شودیبک احمدوف مردی خاکسار و نکوکاری شهری پنجاکند سابق دپوتاتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سن 66 سالگی کنده شد. شادروان را در آرامگاهی سری کمر به خاک سپاریدند. در جنازه از تمام گوشه و کنار کشور مهمانان حضور داشته معاون یکم رئیس شهری پنجاکند سفرزاده محمد صادر به واسطه خود شرکت نموده و از جانب رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر به فرزندان و نزدیکان مرحوم صبر جمیل خواست. همگان از خاکساری و نکوکاری شودیبک احمدوف سخن می گفتند. امام خطیب مسجد جامعه به نام محمد بشارا محمد امین غفاروف چنین اظهار داشت. این کس یک شخصیتی دانشمند، یک مردی با فرهنگ، یک مردی خاکسار، یک مردی بودن که همیشه منفعتشون برای خلق و ملت میرسید. همیشه یک مردی بودن گشند که در وظیفه های بلند کار میکردن لیکن خیلی خاکسار بودن، همیشه در خدمت خلق بودن. البته باز 7 فرزند تربیت کرده به کمال رساندن. سال گذشته یک فرزندشون این دنیا را پدرود گفت. بسیار او هم حاجی بود، خدا رحمت کند. بسیار یک مردی دانشمند و یک مردی خوب بودن که بعد از خودشون نیز فرزندان خوب تربیت کردند. فرزندانشون همیشه منفعتشون برای خلق و جمعیت و وطن میرسد، برای آبادی شهر ما، برای آبادی وطن ما، برای آبادی خانه خدا هم دستشون رسیدگی است. ما از اینها، از فرزندان این حاجی خیلی، من شخصا خودم منتدار هستم. 2 مکتب رو تمام کردم. مکتبی گفتیم که اگراری تاجیکستان و هم مکتب پرتیوی و شهر تاشکند تمام کردگی بودم. و همچنین فرزندانشون نیز فرزندان خوب، نامبردار پدر هستند، در خدمت خلق هستند و همچنین کارهای خیر نیز انجام دادگی هستند، هم فرزندانشون و هم خودشون. البته در این دنیا آمدن با امر خداوند است و زندگانی کردن و با نام نیک رفتن از این دنیا برای هر یک کس لایق نمی شود. انسان حرکت میکند که باید که یک با آبروی و با ایمان و با عزت و با نام نیک از این دنیا برود. بهترین نعمت همین است. ابو علی سینا رو پرسیدن که ای شیخ الرئیس، تو یک عالم جهانی هستی، او از خدا چی طلب داری؟ گفته است که نام نیک و تنی صحت و نام نیک. مرگ نوبهنگام این مرد نجیب تلفاتی بزرگ است بهر پیوندان و نزدیکان. مرحوم سنه 1 ینوری سال 1955 در دهه نکنات جماعت دیهاتی رودکی تولد شده. پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه اگراری تاجیکستان داخل گردیده. بعد ختم دانشگاه به زادگاه خود برگشته و از روی اختصاص خود فعالیت نموده است. شودیبک احمدوف در اکثر ساحه‌ها کار کرده است. او فعالیت کاریش را به حیث اگرونوم از کلخوزی به نام رودکی آغاز نموده است. اینچنین در کمیته شهری پنجاکند فعالیت نموده تا به منصب کاتب یکم بخش پنجاکندی حزب کمونیست رسیده است. شودیبک احمدوف 7 فرزند را به وای رسانیده که امروز همه صاحب معلومات بوده و بهر پیشرفت جامعه کار و فعالیت دارند. پسری مرحوم برای اشتراک در جنازه پدر به همگان عرض و سپاس خود و عائله خویش را رسانید. مهمانان گرامی، از دور و نزدیک آمده تشکر ما اهل عائله را قبول کنید. خداوند هر یک قدمی که مانده آمده قدمات و حسنات عطا کند. پدرم بزرگوار مردی بزرگ، حق می گفتند، حق جو بودند، در راه حق بودند تا با آخر حق گفتند، تا با آخر نام الله در زبانشان بود. شکر خدا زیارت خانه خدا کرد. من امروز میبینم دوستای بسیاری پدرم در همینجا من نداری ما را قبول کن. خانه آخرت آباد بود. الوداع، الوداع، الوداع. قید نمودن به مورد است که شودیبک احمدوف یکی از صاحبکاران موفق در شهر پنجاکند بوده، مالک یکی از مرکزهای خدمت رسانی زمانوی به نام عمریان بود. اشتراک مردم زیاد در جنازه باری دیگر ثابت نمود که مرحوم در بین اهالی با خاکساری و نکوکاری خویش صاحب آبرو و احترام بود.
ما اهل کارمندان شرکت صدا و سیمو نیز با ویله شادروان صبر جمیل خواسته میگوییم که روحی پدر شاد و خانه آخرتشان آباد باد. گزارش مرتبه رحمانوف و خیام جورایف از آرامگاهی سری کمر. فلک فرزانگان را کشتن چیست؟ همه یک دانگان را کشتن چیست؟ فلک فرزانگان را کشتن چیست؟ همه یک دانگان را کشتن چیست؟ تو خود دیوانه کردی عاقلان را، تو خود دیوانه کردی عاقلان را. پس از آن دیوانگان را کشتن چیست؟ تو خود دیوانه کردی عاقلان را. پس از آن دیوانگان را کشتن چیست؟ بدیل صد داستان میمیرم آخی، چو گل در بستان میمیرم آخی. زی مکری دشمنان باکی ندارم، زی خستی دوستان میمیرم آخی. بدیل صد داستان میمیرم آخی، چو گل در بستان میمیرم آخیر. سیمکری دشمنان باکی ندارم، زی خستی دوستان میمیرم آخیر. سیمکری دشمنان باکی ندارم، زی خستی دوستان. میمیرم آخیر. فلک بر دوش من بار سنگین، تهی باری گران میمیرم آخیر. من از دستی زمان هرگز نمیرم، که از دستی زنان میمیرم آخیر. فلک بر دوش من بارست سنگین، تهی باریگران میمیرم آخیر. فلک بر دوش من بارست سنگین، تهی باریگران میمیرم آخیر. جهان با دردی من کاری ندارد، من از دردی جهان
میمیرم آخیر. جوان مرگی فقط مرگی جوانان نیست، بسد پیری جوان میمیرم آخیر. جهان با دردی من کار ندارد، من از دردی جهان میمیرم آخیر. جوان مرگی فقط مرگی جوانان نیست، بسد پیری جوان میمیرم آخیر. جوان مرگی فقط مرگی جوانان نیست، بسد پیری جوان میمیرم آخیر.